سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید ببینید. حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حمله‌وران به سیاحان خارجی در دنقره که به حبس ابد محکوم شده بود در زندان درگذشته است. مقامات به نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. جسد او دیروز به نزدیکانش داده شد و قرار است مراسم جنازه او امروز در خانه یکی از برادرانش در یکی از ناحیه‌های اطراف دوشنبه برگزار شود. به گفته نزدیکانش او در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کرد. مقامات تاجیکستان عبدالصمدوف را رهبر گروهی می‌داند که او روز 29 ایول سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنقره ولایت ختلان سیاحان خارجی را با ماشین پخش نموده به قتل رسانده بود. از میان 5 حمله‌ور تنها عبدالصمدوف زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. سبب مرگ عبدالصمدوف در زندان در چیست و نزدیکان و مقامات در این باره چی میگن در برنامه اخبار با هم می‌بینیم. کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسیه تاجیکستان روز 2 مارس نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمان را اعلان کرد. بیشتری آوازها را حزب حاکم خلقی دموکراتی به دست آورده است. مقامات انتخابات را آشکار و شفاف و رقم های بیان شده را واقعی خواندند، اما مخالفان میگویند این انتخابات به تقلب همراه بود. بر اساس نتیجه های اول از 63 کرسی مجلس نمایندگان 47 کرسی را حزب حاکم خلقی دموکراتی صاحب شده است. کرسی های دیگر را نمایندگان 5 حزب دیگر سیاسی که از آنها گاه به عنوان همکار حزب حاکم نام برده می شود به خود اختصاص دادند. به اطلاع رسمی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه نیروی مخالف در این انتخابات 105% را نگذشت و نتوانست وارد پارلمان شود. واکنش رئیسان حزب‌ها و کارشناسان داخلی و بین المللی به نتیجه های انتخابات چگونه بود در برنامه اخبار برایتان خواهیم گفت. روز 2 مارس در قرقیزستان برخورد پلیس با طرفداران سیاستمدار محبوس صدیر جعپروف به وقوع پیوست. اعتراضگران طلب دارند که این سیاستمدار از زندان رها گردد. خبرنگار رادیو آزادی میگوید 2 مارس در میدان آلاتوف بیشکک پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و آب صدها اعتراضگر را پراکنده کرد. اعتراضگران در جواب به سوی پلیس و نیروهای ولایتی سنگ هوا داده به ماشین‌ها و اداره‌های گرد و اطراف را آسیب رسانیدند. وزارت امور داخلی میگویند که بیش از 30 نفر بازداشت شد. وزارت کارهای داخلی میگوید اعتراضگران میبایست ساعت 5 جمع آمدشان را به پایان میرسانیدند، ولی آنها بعد از آن هم در میدان بودند. و حالا درباره یکی از پروبلم‌های جهانی، کرونا ویروس جشن بین المللی زنان 8 مارس را به هم زد. رئیس جمهوری قزاقستان با اشاره به خفه پنهان شدن کرونا ویروس و یا کووید 19 جشن و چاره‌بینی‌های مربوط به روز بین المللی زنان را منع کرد. ضمناً مقامات تاجیکستان هم به خاطر پیشگیری از گسترش این ویروس ورودی شهروندان 35 کشور دنیا را به حدود جمهوری منع کردند. به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارج دستور داده شده است که شهروندان این کشور را به هواپیما راه ندهند و از این به بعد چپته هم نفروشند. تقدیر آنهایی که قبلا چپته خریده بودند چه می شود در برنامه اخبار برایتان میگیم و با هم تماشا میکنیم. بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزاد ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار.